آدم دیدم مثلا یه گناه کبیره بدجور انجام داده بوده، گفته خدا دیگه من نمیبخشه. به خاطر همین افتاده بوده تو گناه بدتر. بابا تو هر چقدر بد باشی، گفتیم از کسی که امام زمانشو مستعسل کرد 2 روز 3 روز مثل هور بدتر نیست. اصلا نمیذاش امام حسین واسه برگردم، نمیذارم بزنم ایران، نمیذارم برم یمن، نمیذارم. همینجا دستور ابن زیاده. اصلا من چیزی به شما بگم، اگر هور نمی بود امام حسین رسیده بود کوفه، کوفیام نشون داده بودن یا جماعتی ان که هر طرف به چربه میرن، احتمالی که میتونست تو کوفه حکومت تشکیل بده بود. اصلا من بهشون هور نذاش برسه. اما این هور الان جزء یارانمون مثلا جزء کسایی که ماشون سلام میدیم، جزء کسایی که همچین با کله میره بهش، هیچ حسابی. هور بدتری؟ نه. فردی بوده آقا زنای با محارم داشته، اینو الان دعای عهدش ترک نمیشه، صبح نماز شب میخواد، پناه بر خدا، اسمش هم نباید میوردیم این فعلو، درست شد، اما دستش در رفته دیگه، پشیمونه. میگه خدا منو بخشیده. میگم این گناه بودنم، این الان گناه، فکرش هم نکن که نبخشیدت. تمام. بابا شما یه آدم ببخشید عوضی رو 10 بار صداش کنی، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، فلانی، آقای فلانی، ببین چیه؟ این همه یا الله گفتم نشنید. اینقدر رحمت، اینقدر کرامت داره که اون لامه ها میبره. برچی میگم وقتی شما میخواد دعا بکنید اولش یه صلوات بفرستید آخرش یه صلوات، چون اون دوتا مستجابه. خدا شأنش عجله بر اینه که اون لا داره میبخشی یا بگه نه این یه دونه رو نمیبخشم. راز این دوتا صلوات قبل و بعد دعا بر همینه. با من و تو در هم میبره. یک آیه در قرآن داریم، آیه عجیبیه، میگه من اون دنیا عمل شما رو اون بهترین رو حساب میکنم. این یعنی چی؟ یعنی تو عمر چقدر نماز صبح خوندی؟ خیلی. میگه یکیشون خیلی تاپ بوده، طبعا دیگه از بقیه طبعا بالاتره. میگه همه رو میبرم زیر نمودار، میرم با اون یکی میکنم. ببین چطور خدا داره حساب میکنه. آدم دیدم مثلا یه گناه کبیره بدجور انجام داده بوده، گفته خدا دیگه من نمیبخشه، به خاطر همین افتاده به گناه بدتر. اینجوری داره میبخشه، تو کی دیگه میری جهنم؟ اگر جمیع گناهان جن و انس رو داشتی، ببین خدا من سوال دارم، جمیع گناهان جن و انس بیشتره یا رحمت تو؟ إله إلا الله